ممکن است که روزنامه 5 دقیقه پیش بشه. برادران عزیز، همین سوال خیلی زیاده که 5 دقیقه پیش ای نماز شام ما روزه کشاییم درست است؟ برادران عزیز، درست نیست. 5 دقیقه مقصد اینه، یعنی امروز ببینید که ساعت نماز را که در مسجدها معین کردن، مثال اگر در مسجدها نماز شهر 35 باشد، در مسلم پروی که اینترنت مقصد وقتی اذان میگه در اولی وقت میگه او در آمده است 28. مثال بین مثال اذان مسجد بین این پروگرام مسلم پرو قریب 7 مینوت فرق، یعنی اگر در 28 اگر کشاد روزش درسته، برای که اولی وقتی شام در آمد، اگر چند که 35 نشیده است ولی اولی وقت الکی در آمده. ولی اگر اولی وقت شما اون مسلم پرو را یعنی همون برنامه را بکشایید در تلفناتون، همون را ببینید اولی وقت کیه، در اولی وقت همون میشه، یعنی اولی وقت شام. اگر پیش اولی وقت این امروز 28 مثال، اگر موازی 5 مینوت پیش یعنی 23 اگر بکشم اینجا درست نمیشه، لیکن در 28 بکشم درست میشه. اگر چه 35 مثال بگیم که اذان مسجده. من در دنیا 3 چیز را برای خود محبوب می شمارم، 3 چیز را دوست می دارم. یکم اینکه دایم به چهره آفتاب مانند محمد دایم نظر کنم، هیچگاه دیده هام از روی پیغمبر خدا کنده نکنم. دوم چیزی که من دوست می دارم، گفت ابوبکر صدیق، این است که آن چیزی که از دولت و سهولت دارم همه او را برای محمد نفقه کنم. و سوم امید و آرزو و مقصد دارم که دختر من در نکاح محمد صلی الله علیه و سلم باشد. خداوند با این مقصدهایی که ابوبکر داشت، با این 3 چیزی که محبوب برای او بود، با این 3 چیز حضرت ابوبکر خداوند موفق گردانید که حضرت ابوبکر دائم با رسول اکرم یک جا بودند و تمام آن چیزی که از سهولت و دولت داشت و رسول اکرم برای مجهز گردانیدن عسکران اسلام برده نفقه کرد و دختر خود عایشه صدیقه را هم در نکاح رسول اکرم داخل کرد. روز یک اصحاب میگوید ما در جنگ بودیم، از رسول اکرم پرسان کردم من احب الناس الیک یا رسول الله، از همه مردم دیده کی را بسیار دوست می‌داری ای محمد صلی الله علیه و سلم؟ میگد به جانب من گشت گفت عایشه را از همه دیده بسیارتر دوست می‌دارم. فقلت من الرجال، از مردها کی را دوست می‌داری؟ فقال ابوها، پدر عایشه را دوست می‌دارم. یعنی ابوبکر صدیق گفت من دوست می‌دارم. وقتی من یک آیت در تفسیر که در پاره 29 سوره الحاقه است نگاه کردم، آیت خواندم فاما من اوتی کتابه بیمینی فیقول ها اقرؤوا کتابیه. وقتی این آیت خواندم خواستم تفسیری را نگاه کنم، قصه ابوبکر در زیر همین آیت یافتم. خداوند در معنای این آیت چی میگوید؟ میگوید وقتی که روز قیامت میشود، این نامه اعمالی که ما و شما میگوییم که فرشتگانی که کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، میدونن آن چیزی که ما میکنیم، دفترهای ما و شما را از گناه و ثواب پر میکنن، اینها روز قیامت در دست ما و شما داده میشوند. خوش به حال اون بنده که نامه اعمال او به دست راست او داده شد. خدا میگوید وقتی که بنده را من نامه اعمالش به دست راستش میتوم، همون بنده به دست راست گرفتگی فریاد میزند رفیقاشه بیایید کتاب مرا تماشا کنید، زیرا که این سبب الکی به دست راست گرفتن من سبب نجات من است. من اینا در دنیا آگاه شدگی بودم. مفسران میگویند ثعلبی از ابن عباس روایت میکند، میگوید اولین شخصی که در روز قیامت نامه اعمالش به دست راستی او داده می شود این عمر ابن الخطاب است که عمر ابن الخطاب مثل آفتاب میگه در روز قیامت درخشان است. ابن عباس میگه پرسان کردن ابن عباس این چی سخن است که تو میگویی؟ تو آیا نشنیدی که محمد گفته بود که بعد من بهترین شخصیت این ابوبکر است؟ چرا ابوبکر نگرفت؟ چرا عمر میگیرد اولین نامه اعمالت به دست راست؟
گو هیهات هیهات گفت. اون زمان گفت عمر نامه اعمال را به دست راست گرفت، ابوبکر شتابان و خرامان بالای دستهای فرشته ها در داخل و کوچه های جنت دور زده ایستاده است. در زمانی که عمر نامه اعمال در دستش است، ابوبکر گفت در کوچه های جنت سیر داده ایستادند. او را گفتن به یک حساب آسان و شتابان وارد جنت کردند. این همون ابوبکر هست که رسول الله گفت امید دارم ای ابوبکر که یکی از همون نفرهایی که از تمام درهای جنت فریاد زده میشوی تو هستی. وقتی همین ابوبکر صدیق بیمار شد میگوید عایشه صدیقه میگه من نزدش بودم و گفتم پدر جان اگر علاج باشد یگان طبیب را حاضر کنیم. میگه به جانب من گشت گفت عایشه گفت من بر طبیب خودم مراجعت کردم. عایشه نفهمید که این طبیب همون طبیب اساسی است. پرسان کردم پدر طبیب چی گفت؟ ابوبکر میگه گشته گفت انا فعال لما یرید. طبیب من گفت آنچه را که من بخواهم ابوبکر همون میشود، دیگر احتیاج به سوی طبیب ندارم. عایشه میگه من حس کردم که این لحظه های آخری پدرم هست و از اون میگه پرسان کردم پدر وقتی از دنیا میگذری تو در خلافت هستی، تو پادشاه هستی، آیا کفن تو را از چی چیز تیار کنیم؟ میگه ابوبکر به سوی من گشت گفت لباس هایی که در بدن من هست دیدی عایشه، با همین لباس ها گفت مرا وارد قبر کنیم. زیرا که این لباس ها گفت عایشه گفت لباسی هست که من از دنبال پیغمبر خدا با این لباس ها نماز خواندگی هستم. این لباس ها هم مثل من گفت عبادت میکردن، گفت اینا هم جمال پیغمبر خدا را گفت دیدگی هستند. از آن لباس نوی که مرا گفت کفن میکنید اون لباس حساب مرده هست، این لباس کهنه هم باشد زنده است. گفت از این خاطر مرا بر همین لباس کهنه خودم گفت لباس های دریدگی خودم گفت وارد قبر کنید. خوش به حال ابوبکر که یکی از نفرهای هست که از تمام دروازه های جنت او را فریاد میزنند. اگر ما و شما هم تنگ زننده این عمل باشیم، خداوند قدرت دارد که ما و شما هم بچه را من کنین. بچه ها توجه کنین، چیاب نیست، بیمار هستند. خداوند به همه چیز قادر است. اینا کسانی هستند که ما و شما باید عبرت بگیریم. خداوند می تواند بنده را هر گونه بیافرد. خدا قدرت دارد که از نعمت عقل ما و شما را دور کند. وقتی ما و شما به قدر نعمت خدا اگر نرسیم، ما و شما می توانیم که از تمام دروازه های جنت ما و شما را صدا کنند، مثل که ابوبکر صدیق صدا می کردند، فریاد می زدند. هر کدام اون خواهش داشت که ابوبکر در کوچه های ما دور بگرداند. حضرت ابو هریره میگوید نزد رسول اکرم بودم، زمان میگد یک اعرابی آمد نزد رسول اکرم و پرسان کرد یا رسول الله دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنه. اعرابی بودند، یک کوچمنچه بودند، یک بیابانی بودند، از کوهسار فرآمده بودند. گفتم پیغمبر خدا چی می شود که مرا بر یک عمل دلالت کنی که اگر وقتی من چنگ زننده همون عمل باشم چیکار کنم داخل جنت شوم؟ رسول الله گفتند تعبد الله ولا تشرک به شیئا. اولا بنده خدا، مادامی که تو اگر داخل جنت برای خودت بخوای اختیار کنی چیکار کن؟ باید که تو عبادت خدا را کنی و به خدا شریک نیاری چیزی را. خدا را یکه و یگانه بدانی. خدا را یکه و یگانه بدانی. اولین وظیفه که تو داری ای بنده خدا این است که در ذات خدا کسی را شریک نیار. مثل که امروز دین نصرانی ها دعوا دارند که عیسی فرزند خداست و این تبلیغ های اونها به این مکان خانه های ما و شما آمده رسید.
در خانه بعضی از مردها داخل شدیم، انجیل عیسی در خانه او است. از کجا پیدا شد؟ ما را در یک بیمارخانه تبابت کردند و این کتاب برای ما دادند. به هر گونه ما و شما را تبلیغ میکنند و اساس عقیده اینا این است که عیسی بچه خداست. ببین خدا چی میگه؟ شتمنی ابن آدم، فرزند آدم مرا دشنام داد. چگونه دشنام داد؟ خداوند آگاه کرده ایستاده است. فرزند آدم مرا دشنام داد. فاما شتمه ایای فقوله لی ولد فسبحان ان اتخذ صاحبة او ولده. فرزند آدم گفت معنای دشمانش همین است که میگوید که من فرزند دارم. فسبحانی، قسم به عظمتی که من پدر ندارم، مادر ندارم، فرزند ندارم. ان اتخذ صاحبة او ولده، من خالی هستم از رفیق و من خالی هستم از فرزند. بین وقتی انسانی که یک شخصیت یک مخلوق در ذات خدا شریک میکند، خدا میگوید این معنای او را دارد که برای دشنام داده ایستاده است. همین عیسی که امروز مردم نصرانی دعوا میکنن فرزند خدا، سوره مریم شما نظر کنید در قرآن، همین عیسی وقتی تولد میشود، به پدر، صاحب چهار کتاب میگوید به پدر فرزند پیدا او کند، طفل را در مهد گویا او کند. اون خدای ما و شما قدرت دارد آخی. و من اراد ان یخلق شیئا فیقول کن فیکون. ببین این قدرت خداست، دو حرف کاف و نون. این خدایی که وقتی این قدرت داشته باشد که با یک حرف کاف و نون دنیا را پیدا کند، چیزی بخواد پیدا میکند، برای فرزند چه حاجت است دیگر؟ همین عیسی وقتی تولد شد با مادرش خداوند سفارش داد 3 روز تو روزه داری، 3 روز گپ نمیزنی. اگر قوم پرسان کنند این فرزند از کجا آمد، همین فرزند از داخل گهواره گپ میزند. این معجزه الهی بود، قصه قرآنی است، این یگان حکایه و افسانه نیست. وقتی اون قوم آمد از مریم پرسان کردند مریم این فرزند از کجا آمد، میگه حضرت مریم اشاره به سوی عیسی کرد، در گهواره بود. اون کس گفت تکلم میکند، اون کس سخن میگوید. اونا گفتند ما را مسخره میکنی؟ کودک از داخل گهواره گپ میزند. حضرت عیسی صدای بلند برآوردن، اولین سخنی گفتند چی گفتند؟ اینی عبدالله اتانی الکتاب و جعلنی نبیا. سخن قرآن است. ای بنی اسرائیل، من بنده خدا هستم. اینی عبدالله، من بنده خدا هستم. اتانی الکتاب، خدا بر من کتاب داد، این انجیل است. و جعلنی نبیا، مرا پیغمبر گردانید. این سخن حضرت عیسی است. و این الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم. این سخن عیسی است در قرآن، در دوام همین آیات. بدرستی این که خدایی که دنیا در دست اوست، وای پروردگار من است، پروردگار شما هست، همین است راهی راست. و ما و شما دلالت دارد. این سخنان حضرت عیسی است که امروز اینا را دین نصرانی قبول نمیکند. و اذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل اینی رسول الله الیکم، سوره صف. وقتی حضرت عیسی میگه در بین بنی اسرائیل برآمد، چی گفت؟ ای بنی اسرائیل گفت اینی رسول الله الیکم، من پیغمبر شما هستم. در دوام آیات چی گفت؟ مصدقا لما بین یدی من التورات و مبشرا بالرسول یأتی من بعد اسمه احمد فلما جاءهم بالبینات قالوا هذا سحر مبین. حضرت عیسی وقتی گفت ای بنی اسرائیل گفت تا امروز ما تصدیق کننده تورات موسی بودیم، امروز انجیل آمد، چنگ به انجیل بزنین. لیکن من شما را به یک پیغمبری که از بعد من میآید بشارت میدهم که نام او احمد است، شما با او پیروی کنید. این قوم بنی اسرائیل چی گفتند؟ عیسی هم گفت سحرگر است، محمد چند سحرگر است گفت. این تصدیق نکردند.
اینا سخنهای حضرت عیسی هستند. از این خاطر ما و شما این اسلامی که خیلی و خیلی با یک مشکلات های به دست ما و شما آمده است، بیاین کاری کنیم که اینا به یک مال اندکی که خواه یک ماه و خواه یک ساله خوراک ما و شما می شود این را نفروشیم. مولوی رومی از درد دل خدا رحمت و مغفرت کند میگوید شمع حق را ایف کنی تو ای عجوز، هم تو سوزی هم سرت ای گنده پوز. شمع حق را ایف کنی تو ای عجوز، هم تو سوزی هم سرت ای گنده پوز. این شمع الهی را، این نور اسلام، انسانی به عقل بفهم وقتی که تو مبارزه با این میبری هم خود میسوزی و هم سر و اندام تو میسوزد. کی شود دریازی پوزی سگ نجس، کی شود خورشید عزیفی منتمس. حضرت میگوید اسلام به منزله دریا است. اگر در یک دریا یک آبی دهنی سگ بزند آیا دریا ناپاک میشود؟ نه، ناپاک نمیشود. این تبلیغ نصرانیا به منزله همون آبی دهان سگ است. اگرچه در اسلام ما و شما از هر جانب قب میزنند میگزند، لکن اسلام دینی هست که این خدا خود وعده کردگی است تا قیامت چراغ این خاموش نمی شود. در دوام مولوی گفتن هر کی با شمع خدا سازد پفو، شمع کی میرد بسوزد پوز او. هر کی با این شمع خدا اگر پفو میکند، میخواهد نور خدا را خاموش کند، لب دهان او میسوزد لکن چراغ سوزان میماند. ای بریده آن لب و حلق و دهان، کی کند توف سوی مه یا آسمان. توف برویش باز گردد بیشکی، توف سوی گردون نیابد مسلکی. میگوید این تبلیغ اینها به منزله همون یک توفی هست که به سوی آسمان توف بکنن. آیا توف در یگان تاقچه رس میگیرد؟ آیا یگان جای میابد در آسمان؟ آسمان به منزله اسلام است. توف بر بیشک گردد برویش بیشکی. توف اون تبلیغ و اون دعوت هایی که دارن چیزی منسوخه و بیکاره که است، البته در سر خچان میامن میزنن. از همه شما خواهش دارم، التماس داریم که بعضی کتاب ها و بعضی همون ورقه هایی که خاصه تبلیغ همین دین نصرانی است اونها را یک جانب بگذارین. اگر شما نیت نجات داشتن در نزد خدا و عزتی در دنیا و در آخرت اگر داشته باشین، شما به این سفسطه ها و دیگر به این دین بیکاره و منسوخ شده تکیه نکنید، زیرا که نه در دنیا شما عزت میابین نه در آخرت شما قدر قیمتی دارید. و ما یبتغی غیر اسلام دینا فلن یقبل منه و هو فی الاخره من الخاسرین. خدا میگه کسی که غیر اسلام کدام دینی را آدمی که قبول کرد در دنیا اصلا او دین از او کس قبول نمیکنه و اون کس در قیامت از جمله زیانکارها هست. حضرت عمر میگه یک روز من به پیش یک راهب، یک عبادت کننده کلیساهایی که میگیم، به پیش همون میگه گذر کردم و نزد عبادتگاه میگه ایستادم. به ناگاه میگه از داخلش بر همون پیشواشون میگه آواز پهن کردن که عمر در بیرون عبادتگاه ایستادگی است. این راهب حیرت دمان، بیرون از عبادت خانه شد. عمر میگه وقتی من این کس دیدم خیلی گریه کردم. از من میگه شریکا امرهایی که من همراه خود داشتم پرسان کردن عمر این کس کافر است، این کس مشرک است، برای چی گریه میکنی؟ حضرت عمر میگه فهمیدم این مشرک است، این کافر است و گریه من هم برای اون است که در آثار چهره این من زحمت میبینم، مشقت میبینم، ترک دنیا را میبینم و خدا در قرآن گفته است که عاملة ناصبه تصلی نارا حامیه. بسیاری از عمل کننده های هستند در دنیا که زحمت بسیار میکشند لکن مکافاتشان جهنم است. من برای این گریه میکنم که این بسیار ریاضت میکشد، عذاب میکشد، لکن عاقبت چیکار میکند؟ باز جهنم در داخل میشود.
این گونه مشکلات ها اسلام ما و شما بالای سر کردگی هست. از همه شما خواهش میکنم به قدر همون شهیدهایی که در اسلام برای محافظت دین اسلام محافظت کردند به ما و شما رسانیدن، به قدر اونها ما و شما برسیم. با این $100 و $200 که به ما و شما میدیم باور کنین هیچ دولت سہولت ما و شما زیاده نمیشود. اون چیزی که ما و شما از حساب این پول میخریم اون مال حلال نیست برای ما و شما، اگر عوض کننده برای ایمان من باشد.